هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، این جهان را نگر با چشم خرد. خدای تعالی خرد یعنی عقل را به نکوترین صورت آفریده فرمود. بیرو عقل برفت، باز فرمود بیا عقل آمد. پس خداوند عقل را فرمود چیز نکوتر و بزرگوارتر از تو در عالم نه آفریدم و ثواب و عقاب همه خلایق را به تو دادم. بعداً عقل را در سر، عشق را در دل، شرم را در چشمان انسان نهاد. این نعمت خداوند را با زبان عربی عقل و زبان پهلوی قطعی یعنی فارسی قطعی خرد میگویند. نیاگان ما در کلام خود هر دو این کلمه را استفاده بردند. خداوند به بندگانش دو چیز امر و نهی دارد. امر فرموده خدا و نهی منکرده خدای تعالی است. این هر دو به خرد وابسته است. چنانچه در قرآن کریم آمده است بی‌ترسید از خداوند ای صاحبان خرد. در شرف خرد و خردمندان آوردند که حکیم را پرسیدند چرا خردمند را خرد میگویند؟ حکیم گفت از بهر آنکه خردمند با خرد دو گیتی یعنی دنیا را باز خرد. و نیز پرسیدند مرد را چرا خردمند میخوانند؟ عالم گفت از بهر آنکه خردمندان را چندین نشانه است. اولا آنکه شخصی که با او ستم یعنی ظلم کنند از گناهشان میگذرد و با از خود خود تواضع یعنی خاکساری کند و همیشه با ذکر خداوند باشد. سخن به علم گوید، منفعت سخن در جایگاه او به کار برد. چون سختی پیش آید با صبر و تحمل باشد و همه کارها را به سوی خدای تعالی واگذارد. هرچند به اصل و گوهرت منسوبی و از چهره به دیدار خلایق خوبی. گر تو به مثل چون یوسف یعقوبی، چون نیست خرد حقیری و معیوبی. یکی از بزرگان تصوف ابن جبیر رضی الله عنه میگوید هرگز لباسی از خرد نکوتر ندیدم. اگر شکسته شود درستش کند، اگر بیفتد ببردارد، اگر خاری رسد عزیزش کند، اگر به جای در افتد بیرون کشد، اگر درویش یعنی کم بغل باشد توانگرش کند. حضرت جبرائیل علیه السلام از نزد خدای تعالی سه چیز یعنی عقل، حیا و ایمان را به نزد حضرت آدم علیه السلام آورده و گفتند از این سه چیز یکیش را انتخاب کنید، دوی دیگرش را باز امانت به نزد خدای تعالی میبرم. حضرت آدم علیه السلام عقل را انتخاب کرد. آن وقت حیا گفت مادامی که عقل اینجا باشد من به هیچ کجا نمی روم. ایمان گفت مادامی که عقل و حیا اینجا باشد من نیز به هیچ کجا نمی روم. همین طور حیا و ایمان نزد عقل بماندند. اگر شخص عقل داشته باشد در او هم حیا می شود و هم ایمان. صحابگان کرام شخصی را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه نمودند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند عقل او چگونه است؟ صحابگان از دانش او خبر دادند. باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عقل او پرسیدند. صحابگان به تعجب سوال دادند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما دانش فلانی را توصیه نمودیم اما شما باز از عقل او پرسان شدید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند افضل ترین مردم با عقل ترین ایشانند. دانش مرد از خرد گیرد کمال، علم مرغ است و خرد چون پر و بال. منصور حکیم می‌فرمایند هر چیز اگر زیاد شود ارزان می‌گردد غیر از خرد که اگر زیاد شود قیمتش افزون می‌گردد. در سوره حشر آیت 2 خداوند فرموده است عبرت گیرید ای صاحبان خرد. انسان باید که در دنیای هستی با چشم خرد و نظر عبرت نگرد. قدرت و توانایی و نعمت‌های بیشمار خدا را دیده به شکر و سپاسگزاری بهر نیکی مردم و طاعت و عبادت او تعالی کوشش نماید. این جهان را نگر با چشم خرد، نه بدان چشم که اندران نگری. همچون دریاست و از نکوکاری کشتی احساس تا بدان گذری. دوستان من خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.